اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه می فرماید یک خلیفه داشت در بیعت تصوف شریف. تصوف یعنی پاکی دل. ولی من باز کدام چلیپا نوشته نکنه که صوفی گمراه. من نمیفهم که چی بلا زده این دنیا را، این ما مردم مسلمان را چی بلا زده. بشار الاسد ظالم ماند، امریکای خوناشام ماند، غزه را تکه تکه کرد، اسرائیل ماند، دمی جان ما چسبیدی، دمی جان ریش چسبیدی، در جان می جوان نمازخان آمدی، در جان این مفتی فلانی آمدی. 60 سال زیر سلطه ظلم طفلای مردم سوریه حلال میکردن. فعلا زندان در تحت چند طبقه زمین اصلا راهی ندارد، مردم را بنده کرده. تو مولا یک صدا بلند نکردید، موی مرا بدعت گفتید، صحبت مرا صوفی گمراه گفتید. برو نرستی با او زبان چرا دراز نمیکنی؟ او را در کامنت نوشته میکنی. اگر مرد است اینجا بیا. تکبیر. رش ما بدعت، کلمه بدعت، چرا مردم از دین فرار دادی؟ یک روز جنگ ما با اسرائیل است، با تو بارین مولانما نیست. من با سنگر اسرائیلم، ما با سنگر اون ظالمان بشار الاسدم. من در مسلمان کاری ندارم، همیشه اعلان ما همی بوده. هر نامی که تو میگذاری دستت خلاص، ما مشکل ندارم. من به این دلم درد میکنه صحابه گونه چرا زندگی نمیکنی؟ که انهم بنیان مرصوص، صحابه قلعه مستحکم بودن، تو می زیر پای ما آویله میکنی. زبان در برابر یهود بد نیست، در برابر نصارا بد نیست. هزارها فتنه داری و در دنیا است. در مکه معظمه کنسرت برپا میشه، یک روز تو صدا بلند نکردی. از خدا بترسین، بلیاز خدا. رای مسلمان ایله بکن، غیبت مسلمان ایله بکن. غیبت کافر ماندگی، تن سر کافر ماندگی، دو بال مسلمان نگرفتی. اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه می فرماید من یک خلیفه داشتم در بیعت تزکیه باطن. سه چیز رمز موفقیت است عزیزان من. تصفیه باطن. تصوف چی معنا؟ دلت پاک کن، در دلت شرک نباشه، کینه نباشه، کدورت نباشه، خودبینی نباشه، کلانکاری نباشه، متکبری. یعنی کت صوفیست پیش من. و یزکیهم قرآن میگه در دلت کمه غیبت نکو، کینه نکو، حسادت نکو، بخالت نکو. تو کت صوفی هستی پیش من، ولی خدا هستی. قرآن میگه. دویم رمز موفقیت از خدا بهتر. سیم تلاش کنین، کار بکنین. خلیفه و صوفی بزرگوار به نزد اشرف علی طحانوی آمد. با یک بچگه که 13 ساله وارد شد پیشش، دست اشرف علی طحانوی صاحب گرفت. اشرف علی طحانوی صاحب پرسان کرد، گفت از کجا آمدی؟ خلیفه بیعت کردگی صوفی و متصوفش بود. گفت که من در فلانی قطار ریل آمدم در اینجا در سفر. اشرف علی طحانوی سعی کنیم سر رزق گپ میزنم. نه، رزق حلاله. ما رزق حلال نیست که حسادت دارم، رزق حلال نیست که با ما سنگر میگیری، رزق حلال نیست که مسلمان گپ میزنی. رزق مشکل داره. تانکی ما تیل تصفیه شدگی انداختگی نیست. این تانکی شکم، موتر تانکی داره نی؟ تیل خام بنداز موتر کر میزنه. گفتی موتر وانا. تیل سوپر بنداز تو کش کرده میدوه. حال اینجا این تیل خراب است، تیل که رزق موتو است. گفت از کجا آمدی؟ گفت از فلان قطار آمدم، در قطار آمدم. گفت قطار کرا گرفت؟ گفت بله. گفت از بچه چند گرفت؟ گفت از بچه 13 ساله هست، اما سر و قواره و جسش 12 ساله معلوم میشه. از این نصف کرایه را گرفت قطار ریل و مسافر بری. اشرف علی طحانوی رو به طرف خلیفه، صوفی، شیخ، مولوی، دانشمند رو به طرفش کرد. گفت بعد از این گفت تو صلاحیت امامت هم نداری، خلافت هم نداری، در مسجد تصوف و بیعت و تزکیه باطن از طرف مردود استی براز خانقاه، از مسجد براز کلاس درس. گفت چرا؟ به خاطر از این. نگفت که نماز خوانده نخوانده، روزه گرفته نگرفته، جماعت خوانده نخوانده، فقط فوکسش تاییدش در رزق حلال بود. گفت آیا کرای بچه را پوره دادی یا نصفش؟ گفت نه، بچه 13 ساله که 12 ساله را کرایش داد. 12 ساله قانون این بود که در وقت میگه نیمی کرا را میگرفت.
حضرت اشرف علی تهانوی برش گفت اگر از 12 ساله بالا یک روز هم باشه، 2 روز باشه، 3 روز بوده باشه، این خود 13 سال عمر دارد، کرا را کاملا میدادی. تو حرام خود رزقت حرام است، از خلافت خانقاه برام. رزق حلال در وجود درآمد تباید میکنه. در وجود اگر کسب حلال نبوده باشد، آتش سوختن او جسم اولاست که بسوزد. اشرف علی تهانوی خلیفه خانقاه از خانقاه میکشد. چرا؟ کرای صاحب مترو را چرا دروغ کرده خوردی؟ رزق حلال همه خیر و برکت را میاره. در رزق حلال همه کامیابی و برکت و پیروزی است. عزیزان من، رزق را حلال بکنین، مانند صحابه گونه دنبال رزق بگردین. حضرات صحابه رضی الله تعالی عنهم یک خرما را در سنگر جهاد هم 14 نفر میچوشید تا رمق حیات شوند، تا این که زنده بمانند، اما حرام نخوردن، دنبال رزق حرام نگشتن. هیچ جنبنده نیست مگر الله رزق برش میته، الله نان برش میته. ما و شما انسان ها اشرف مخلوقات هستیم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. بر بالای الله رزق موتو است، نان موتو است. عزیزان من، بیایم دنبال رزق حلال بگردیم که الله برکت میته. در جمعه گذشته درباره تجارت با شما صحبت کردم، حالا درباره رزق حلال براتون گفتم. طلب و کسب الحلال فریضه بعد فریضه. اول نماز را بخوان، اول عبادت بکن، اول روزه بگی، ارکان خمسه اسلام را انجام بده، بعداً برو پشت نان و رزق. الله متعال براتون رزق میده. ابراهیم علیه السلام را کسی پرسان کردن. ابراهیم علی نبینا علیه السلام را کسی پرسان کردن، گفت که از کجا میخوری؟ از کجا میخوری؟ از کجا میخوری ای ابراهیم علیه السلام؟ ابراهیم علیه السلام به این آدم سوال کردگی گفت از خدای من پرسان که از کجا میدهد. بایزید بسطامی در یک نماز در جماعت عبادت کردن رفتن، در جماعت عبادت کردن رفتن، در دنبال یک امام و یک مولوی نماز خواند. بعد از ختم نماز، بعد از اختتام نماز، ملا و امام مسجد سوال کرد که یا بایزید بسطامی رحمت الله علیه، از کجا رزق میکنی؟ از کجا تامین رزقت میشه؟ از کجا میخوری؟ بایزید بسطامی رحمت الله علیه جواب نداد. بار دوم پیشوا و امام پرسان کرد که از کجا نان میخوری؟ جوابم را بده. بایزید بسطامی رحمت الله علیه گفت بگذار، صبر کن تا که نمازی که به دنبال تو خواندم اعاده نکنم جواب تو را نمیدهم. نمازی که در امامت تو مولوی خواندم پس امان را اعاده میکنم، بعدا جواب تو را میدهم. گفت چرا اعاده میکنی؟ گفت ملا صاحب تا بها خالق و رازق را نشناختی، تو کسی که رزق میته او را نشناختی، در پشت تو نماز نمیشه. رازقتان الله هست، رازق الله هست، خالق الله هست. هیچ جنبنده نیست مگر الله رزق میته. رزق حلال بخورین، دنبال رزق حلال تلاش بکنین، انسان تلاش به موفقیت ها میرساند. حضرت بی بی هاجره رضی الله تعالی عنها در بین مکه معظمه در کوه صفا و مروه گشت میکردن تا اینکه تلاش کنه در فرزندش آب پیدا بکنه. از همان تلاش همیشگی حضرت هاجره پروردگار آب زمزم را از زیر پای فرزندشان به وجود آوردند. تا این دم آب زمزم شفا هست، هم رزق است، هم در حین خوردنش الله دعای تقبل میکنه. پس بنا تلاش بکنین، پشت دنبال رزق حلال بگردین. اول فرض خدا را انجام بدین، بعدا دنبال کار بگردین. شب تا صبح دکانداری، کارگری اجازه هست. دین ما دین اقتصاد و سرمایه هست. ولیکن عزیز من، در جماعت تو نمی، در نماز صبح تو نیستی، در نماز خفتن نیستی. چرا نیستی؟ مالا بسیار زله میشم از دکان نوقت میایم. خو خیر است نماز عصر دکان قفل بکن، ولا نفقه فرض است. هیچ وقت امی خلطی تو پر نشد، هیچ وقت شکمی تو سیر نشد. سال 20 سال دکانداری تو سیر نشدی، جماعت ها پیش ترک شد، سالا ترک شد. از برای خدا می فرضم خو نماز یک دفعه خو بخوانم می فرض خدا را که الله متعال به تو رزق میته نمیته، الله به تو نان میته نمیته. یک بزرگوار ما در کتاب دیدم
زنش صدا کرد که عمر دکه نان بیار، در خانه نان نیست، در خانه غذا نیست. گفت من یک مسجد برم جماعت، من یک نماز بخوانم. در مسجد آمد، نماز عصر بود میگه، در مسجد در آمد، ذکر کرد، عبادت کرد، جماعت را خواند. در آخر گفت خداوندا همین خفگی و حزن و غم باطنی که از طریق روزگار اقتصاد است از دل ما بکش. خالق مطلق رازق مطلق تویی، پرندگان را تو نان دادی، کرمای دریا را تو نان دادی غذا دادی، مرغ کور را در درخت تو نان و غذا دادی، یهود و نصارا را تو نان دادی. دوستان را کی کنی محروم؟ تو نان بیتی. الله مشکل دارم. از نماز عصر میره به طرف خانه، وقتی که داخل حوله می شود همسرش بسیار با خوشحالی و با تبسم و با خنده استقبال میکنه. میگه چی گپ شده؟ چی گپ شده او زن؟ گفت کالای تا می شستم، در جیبش یک پولی پیدا کردم، یک دینار پیدا کردم، یک درهمی پیدا کردم، اونمو را بردم در بازار با بسیار قیمتی بالا فروختم. در جرقه جیب شما آمده بوده، در جرقه و درز جیب شما پنهان شده بوده. نان تیار کردم، خوشحالی از اقتصادی دارم که در جیب شما پول بیش قیمتی وجود داشته. حالا از هر طریق چی است؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا بکو، در سودایتان دروغ نگین. از طریق دروغ رزق حلال نمیشه، الله باز برکت پیشت میگیره. اگر تقوا کردی حلال خوردی، الله متعال در جرق جیبت هم یک چیز میندازه. قدرت کامله داره الله پیش لیکن گرچه بود رزق تو بیش نیابی نه کم، خاطر خود جمع داره، هیچ پریشان نباش. تلاش بکو، در تقدیر خدا تن بیتی. پیش حضرت سلیمان علیه السلام کسی آمد، بسیار یک جوان خوشرو، خوشتیپ و زیبا، درویش و فقیر. گفت ای سلیمان علیه السلام، فقیر و نادار هستم، شما چیزی کمک بکنین. انبیا همیشه دلش کلام بودن، انبیا با همت بودن، انبیا با غیرت بودن، صحابه با همت و با غیرت بودن. فقط به دروازه الله همیشه می نالیدن. سلیمان علیه السلام یک چوکی زرین داشت، یک چوکی بسیار بیش قیمت، چوکی زرینی بیش قیمت. گفت من بگی ببر در بازار بفروش، روزگارت پیش ببر. این فقیر درویش چوکی حضرت سلیمان علیه السلام را گرفت، میگه در بازار در هر راسته که دور میته و به فروش میبرد، از 7 درهم کسی زیاد نمیکنه. 7 درهم خریدار پیدا میکنه. تعجب میکنه با همچون چوکی مجلل منقشی مزین زرین هنوزم 7 درهم خریدار دارد. پس چوکی را دلش نمیشه، چون مال بیش قیمت است. گفته به نزد حضرت سلیمان میاره، میگه ای سلیمان علیه السلام، اینمی چوکی را هر گوشه و کنار بازار و راسته دوره میتم، فقط از 7 درهم کسی بالا نمیکند. حضرت سلیمان علیه السلام با این آدم گفتگو دارد و جبرائیل میآید، میگه ای سلیمان علیه السلام، چوکی زرین را از بگیر، پروردگار تقدیر کرده به این که از ما 7 درهم بالا نفقه و رزق ندارد. هیچ کس از حراست سلطان نشد، از قناعت به جان نشد. اما رزق دمو باشه، بیغم باش، تلاش بکن، کوشش بکن. بازی که ما تو تاجر نمیشیم، برداقی نمیشیم دیگه. الله همو قرض کرده خواه ایره بارا خودتان می بیادرت پیسه دار است، تو غریب. از یک دامن، از یک نطفه، از یک پدر و مادر چرا پیسه داره تو نداری؟ چرا همسایت پیسه داره تو نداری؟ الله همو قدر تقدیر کرده و یبسط الرزق و یقدر، کم میکنه زیاد میکنه، پیش الله هست. ای سلیمان علیه السلام، 7 درهم رزق ازی است، از او بیش دیگه ندارد. قضا و تقدیر خدا به می است. چوکی زرین بگه افرو ببرش بیتی بناش به خدا. اینمی قرض که تان باشه تشویش نکنین، زیاد شوا گفته دروغ نگین، زیاد شوا گفته چل و فریب نکنین در سودایتان، زیاد شوا گفته جیب کسی را نبرین، زیاد شوا گفته تلفن کسی را از گوش نگیرین. از این طریق نان پیدا نکن جوان عزیز. و تو که از گوش یک مسلمان موبایل زدی، تو فرزند می وطن هستی. رزق حلال پیدا کن. من گرسنگی نمردم، یا حاجی صاحب نمرده، تو هم نمیموری. طلب کسب حلال فریضه بعد فریضه. بنابراین عبادت، تقوا، پرهیزگاری، 5 وقت نماز و بعداً پشت رزق حلال بگردین، اما هم فرض است. رزق هم سرمایه هم کمک دینی میشه. الله متعال به همه ما شما رزق حلال فراوان نصیب بگرداند.